چرا کمی نزدیکتر بیارم؟ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد أرسله الله إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال سبحانه وتعالى في مدح حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سروران عزیز، حضار ارزشمند، برادران و خواهران گرامی، الله عز و جل را شاکریم و سپاسگزاریم الله عز و جل را سپاس میگوییم بر همه نعمتها و احسانات رب سبحانه و تعالی، بالخصوص این نعمتهایی که در این ماه مبارک و در این شبها برای ما وعده فرموده. اولا دعا بفرمایید که الله عز و جل ما را از مجدها و بشارتها و وعدهایی که در این شبها به یک مؤمن مخلص داده شده
محروم نفرماید، همه من و شما را بهره‌مند بگرداند و رب سبحانه و تعالی این تلاوتی که در این ظرف 27 شب در این مسجد معروف و مسجد قدیمی و مسجد اصلی شهر انجام گرفت، الله عزوجل این تلاوت را، این ختم را، این قیام شما را به بارگاه خودش قبول بفرماید و در حسنات همه من و شما ثبت بگرداند. ختم مسجد جامع عزیزی، مسجد جامع قدیم، مسجد عزیزی واقعا یک ختم تاریخی هست، از دیر وقت هست، از اون زمانی که ما بچه بودیم، از اون زمان یاد میدیم که اینجا ختم بود و بر اساس جمعیتی که اون زمان داشت این مسجد یک رونق خاصی داشت و این مسجد یک شکوه خاصی داشت، چون که قبلا در این مسجد انسانهایی بود، انسانهایی و مقتداهای ما داشتیم. الله عزوجل همه را غریق رحمت بفرماید که با وجود اونها واقعا اینجا یک عظمت و یک شکوه خاصی بود. زمانی بود اینجا بسیاری از شما شاهدید، مشاهده فرمودید و بیاد دارید و بعضی ها شاید سنشون نمیرسد به این اندازه. زمانی بود اینجا حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی رحمتا واسعه وافره کامله و در کنار حضرت مولانا الحاج غلام محمد رحمه الله تعالی رحمتا واسعه و چه مقتدی های باصفایی داشت که راست مسجد و چپ مسجد نگاه میکنم هیچ کسی از اون مقتدی ها امروز دیده نمیشه و مشاهده نمیشه. قبل از اینکه اینجا بیام خدمت حضرت حافظ صاحب یادآوری کردم که واقعا زیبایی مسجد با اون زمان با همون امام و اون مقتدی ها در اون روزهای خاص بود. امروز هم الحمدلله الله تعالی این نعمت ها را از ما نگیرد. امروز هم الحمدلله مسجد زیبا هست و زینت بخش مسجد این جوانان هستند. این شور و شوقی که ما از سالها هست در این مسجد میبینیم و همچنین با وجود حضرت حافظ صاحب که یادگار سلف صالح است و یکی از انسانهایی هست که واقعا به وجود ایشون ما همه افتخار میکنیم و وقتی که صدایشون را در رکعات آخر شنیدم هم بیاد اون سالهای گذشته افتادم. دعا بفرمایید که الله عزوجل تمام کسالت ها و بیماری های حضرت حافظی را رفع بگرداند، دور بگرداند. الله عزوجل عافیت و سلامتی کامل عنایت بفرماید و به فرزندان صالح ایشون که الحمدلله توفیق خدمت دارند، اجتماعی هستند، برای جامعه درد بخورند و با اخلاص خدمت میکنند. الله عزوجل توفیق بیشتر، همت بیشتر، اخلاص بیشتر عنایت بفرماید و دعا بفرمایید که الله عزوجل این نعمت ها عزیزان از ما نگیرد. گرچه این ختم را ما در سایه کرونا داریم برگزار میکنیم و شاید با یک خوف و ترسی و شاید با رعایت یک سری مسائل و پروتکل هایی که به ما توصیه شده بسیار خوب هست. در گذشته می گفتن کرونا را شکست می دهیم، اما مثل این که این کرونا به این سادگی رفتنی نیست. الان همه ما شعار میدیم با کرونا می سازیم، لذا مجبوریم بسازیم، مجبوریم رعایت بکنیم. بازارها فعال شده، صفها از گذشته شلوغتر شده، صفهای نان و مرغ و روغن و فلان. لذا در مساجد هم باید همون رونق عبادت باشد، گرچه باید مسائل لحاظ بشه، فاصله ها رعایت بشه، نکات ایمنی حتما باید در نظر گرفته بشه، ولی نمیشه عزیزان که همه جاها فعال شده، همه مراکز فعال شده، فقط مساجد را تعطیل بکنیم. لذا باید بسازیم، رعایت بکنیم. اگر جاهای دیگه مردم رعایت نمی کنند، اگر در بازار رعایت نمی کنند، شما در مسجد رعایت کنید، شما در محل عبادت رعایت بکنید. لذا امید هست که این کرونا همونطور که حضرت شیخ فرمودند،
کرونا به وسیله همین حضور شما در مساجد از بین بره، به وسیله طاعت و بندگی از بین بره، به وسیله توبه و استغفار از بین بره، به وسیله رجوع الی الله از بین بره. چون که الله عزوجل در قرآن همین نکته را بیان می فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که عذاب ما می آید یا سختی هایی که ما برای انسان ها می آوریم، مشکلات و مصائبی که ما می آوریم، چرا انسان ها تضرع نمی کنند؟ انتظار رب العالمین عزیزان از من و شما اینه که ما در چنین مواقع بیشتر تضرع بکنیم، بیشتر رجوع بکنیم به مساجد. بسیار جای تأسف است که این بیماری باعث شده که وضعیت عبادت سردتر بشه. شما ببینید در هیچ جایی این سردی که در مساجد هست، این بیرونقی که در مساجد است، این تبلیغاتی که در مساجد، در حالی که الحمدلله اهل مساجد بیشتر از همه رعایت میکنند، لذا این سردی در جاهای دیگه نیست. در جاهای دیگه شما میبینید که صفها بیشتر شلوغ شده نسبت به گذشته. در جاهای دیگه میبینیم که رونقی بیشتری، اصلا بازار که میری احساس میکنی همون چند هفته‌ای که تعطیل بودند همون را مردم دارن جبران میکنن. شب و روز بدو هست، شب و روز تکدو هست، ولی در مسجد. لذا باید عزیزان نکته اول اینه که ما باید رعایت بکنیم، اما نباید متاثر بشیم. طاعات و عباداتمون را بیش از پیش با رونق بیشتر انجام بدهیم. گرچه ما بنا نداریم برنامه را طولانی بکنیم، برنامه مختصر میشه و انشاءالله تذکراتی و نکات مختصری که لازم هست بیان میشه. اما باید که عزیزان در بعد طاعت و بندگی، در بعد دعا و سجده و تضرع ما بیش از پیش از خودمون آمادگی نشان بدهیم. الله عزوجل همه من و شما را توفیق عنایت بفرماید. این شبها و این ماه ویژه‌ای هست و این شبهای خاصی هستند، شبهای بابرکتی هستند. شما به اندازه کافی در مورد فضائل این شبها شنیدید. الله عزوجل اینجور احساس کنید که در این شبها نور میبارد، در این شبها رحمت میبارد، در این شبها برکات الهی بر اهل زمین سرازیر هستند. اما عزیزان خدای عزوجل به من و شما دستور داده که ایمان بالغیب بیاوریم. ما ندیده ایمان میآوریم. بسیاری را الله عزوجل نشان میده، یک سری نکات بسیار کوچکی الله تعالی بعضی را نشان میده، اما ما همینطور که ندیدیم باید باور کنیم، باید ایمان بیاوریم. چرا؟ چون که الله فرموده، وحی الهی فرموده، و وقتی که نوبت به وحی میرسد حتی از عقلتون هم نپرسید که آیا با عقل تطبیق دارد، با عقل مطابقت دارد یا ندارد. وحی از عالمی داره برای ما صحبت میکنه، از دنیایی برای ما صحبت میکنه که فراتر از عقل است، اونورتر از عقل است. لذا عزیزان ما الان برای ما ثابت شده واقعا که خیلی چیزها هستند که در گذشته انسان اصلا تصورش را نمی کرد، اما امروز می بینیم اینها محقق شدن. اگر در گذشته اینها را از عقل می پرسیدن کسی جواب نمی داد. همین موبایلی که به دست شما هست اگر 200 سال پیش به کسی می گفتن که در آینده چنین امکاناتی خواهد بود که از اینجا به دست بگیری اون گوشه دیگرش در آمریکا هست، از اینجا شما صحبت کن آمریکا صدای شما نمیشنوند، آیا کسی باور میکرد؟ آیا عقل در عقل این نکته میگنجید؟ ممکن نیست. یا اینکه بسیاری از مسائلی که امروز ما میبینیم واقعا مصداق پیدا کردن. یه روز یک نکته را دیدم در تفسیری که نوشته بود در روز قیامت الله عزوجل تمام اعمال انسان را، از تمام اعمال انسان را میپرسد. انسان اونجا میبیند در نامه اعمال هیچ چیزی باقی نگذاشته، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نه کوچولویی نه عمل بزرگی، همه ثبت شده. خب بعضی میگن این از نظر عقلی ممکن نیست. چطور ممکنه
که تمام اعمال انسان یک انسان 60 سال 70 سال سن دارد این در نامه اعمال نوشته باشد. این مفسر بزرگوار که از معاصرین هست نوشته بود امروز خیلی امکانات و مسائل جدید این مسئله را حل کردن. شما ببینید یک فلشی که این فلش اگر از دستتون بیفته گم میشه، تو این فلش چقدر شما میتونی ذخیره بکنید، چقدر کتاب تو این فلش، چقدر فیلم تو این فلش. ما قرآن مجید را از اول تا آخر در ظرف 2 ماه میخوانیم، روز 6 ساعت که حداقل 300 ساعت میشه، اما اینها تو یک فلش کوچولویی همه مردم جا میدن. اینها هیچ یک با عقل همخوانی ندارد. لذا لازم نیست که همه چیز را ما بیایم با ترازوی عقل وزن بکنیم و بسنجیم. خیلی مسائل را عزیزان پیشرفت زمان، گذر زمان اینها را دارن حل میکنن. اگر یه بچه‌ای در یک جنینی در شکم مادر بود، اونجایی که این بچه جا خوش کرده و اونجایی که الله عزوجل یک لوله‌ای را بهش وصل کرده و راحت داره غذا میخوره و اون بچه احساس میکنه بهترین جا شکم مادر است، اگر به اون بچه گفته بشه که کوچولو از اینجا برو بیرون، اینجا برات زندانیه، اینجا حبسه، اینجا واقعا تو اذیتی، برو یک دنیایی هست که تو اون دنیا با این شکم مادر با اون دنیا قابل مقایسه نیست، اینقدر بزرگه، اینقدر انسان هست، چه ساختمانهایی هست، چه ماشینهایی هست، چه امکاناتی هست. آیا اگر این مطلب به اون بچه تزریق بشه و گفته بشه باور میکنه؟ اون چی میدونه که دنیا چیه؟ اما وقتی که پا به دنیا میگذاره اون وقت متوجه میشه. لذا عزیزان خیلی از مسائل هستن که ما اگر بیاییم با عقل کوچولویمون، با این عقل محدودیمون اگر بیاییم اونها رو بسنجیم ما نمیفهمیم. لذا اون چه که قرآن میفرماید، اون چه که رب العالمین میفرماید، با عقلتون اونها را ترازو نکنید، اونها را چشم بسته باور کنید. ایمان بالغیب همین است. کفار قبول ندارن. کفار ما در قرآن میخوانیم وقتی که به قیامت میرسن چشمشون باز میشه، میگن الان ایمان آوردیم، خدایا ما را یک بار دیگه برگردان. الله عزوجل میفرماید نه بازگشتی هست، نه این ایمان به درد میخوره که الان دیدی و ایمان آوردی. من ازت میخواستم که ندیده ایمان بیاوری. لذا اون چیزی که در قرآن گفته میشه، در رابطه با این شبها گفته میشه، در رابطه با قرآن مجید گفته میشه، عزیزان همه ما باید ایمان بالغیب داشته باشیم تا اینها را باور بکنیم. درود شریف بخوانیم. اللهم صل. لذا این شبها شبهای قرآن هست. این شبها اگر عظمت دارد، اگر ارزش دارد، به خاطر اینکه این شبها نسبتی با قرآن دارد. هر چیزی که با قرآن نسبت داشته باشد او ارزشمند میشه، او میدرخشد، اون در میان مابقی هم نوعان خودش و امثال خودش اون برتر میشه. ماه مبارک رمضان که سید و سردار تمام ماها هست، بهترین ماه هست. چرا؟ به خاطر اینکه با قرآن نسبت داره. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چون که در این ماه قرآن نازل شده. این ماه سید تمام ماها هست، این ماه افضل تمام ماها هست، این ماه برتر تمام ماها هست. و این شب قدر که من و شما این اندازه تلاش میکنیم که فضائل این شب را دریافت بکنیم و ثواب این شب را، اجر این شب را، این شبی که به اندازه 1000 ماه است، این شبی که به اندازه عمر یک انسان که شب روز طاعت و بندگی بکند فضیلت داره. چه چیزی این شب را اینقدر درخشانیده؟ چه چیزی این شب را والا قرار داده؟ عزیزان بازم قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. شب قدر که قدر دارد، شب قدر که ارزش دارد، شب قدر که منزلت دارد، به خاطر نسبتش با قرآن است.
عزیزان من، هر چیزی با قرآن نسبت دارد او ارزشمند میشه. در میان ملائکه، اون ملائکه‌ای که قرآن را حامل بودند، اون ملائکه‌ای که مسئولیت نوشتن قرآن را داشتند، اونها را الله عزوجل میفرماید اونها کرام برره هستند، اونها از بقیه مکرمتر، معززتر، ارزشمندتر، نیکتر، صالحتر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها نویسندگان قرآن بودند، اینها کاتبان قرآن بودند. جبرائیل امین که درخشید و جبرائیل امین که امین هست، لقب امین هم به خاطر قرآن هست. نزل به الروح الامین. این قرآن را کی آورده؟ چه کسی بر قلب پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن را نازل کرده؟ نزل به الروح الامین. روح امین امین هست چون که واقعا حق امانت را ادا کرد. امین هست به خاطر اینکه دستکاری نکرد، به خاطر اینکه خیانت نکرد، امانت را رعایت کرد. به همین خاطر جبرائیل امین هم امین هست. بس هر کسی که با قرآن نسبتی پیدا می کند، هر چیزی که با قرآن نسبتی پیدا می کند، هر مکانی، هر زمانی، هر خانه‌ای، هر قلبی، هر انسانی، اون انسان، اون زمان، اون مکان، اون شب، اون روز، اون ماه نسبت به بقیه می درخشد. الله عزوجل مکه را هم مشرف قرار داده و به مکه هم سوگند یاد می کند چون محل وحی قرآن مجید هست. لذا عزیزان، هر چیزی که با قرآن نسبت دار میشه اون ارزشمند میشه و این شبها ارزششون به خاطر قرآن هست. اگر من و شما هم با قرآن نسبت داشته باشیم، من و شما هم ارزشمند میشیم. من یک نکته در پرانتز باز عرض بکنم، گرچه موضوعی من خلاصه هست، انشاءالله یه چیزی دیگه هست، اما یک تصوری که هست، یک فکری که در اذهان عمومی ما هست، اینه که قرآن مال قشر خاصی هست، در حالی که این قرآن مال همه انسان ها هست. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الله می فرماید ای مردم، برای شما موعظه آمده از جانب رب. همه مردم را خطاب فرموده. ملاها اینجا مورد خطاب نیستند، علما نیستند، طلاب نیستند، حافظان نیستند، خواص نیستند. عزیزان، همه ما هستیم. لذا عموم مردم از قرآن فاصله دارند، عموم مردم برای یادگیری قرآن تلاش ندارند. شما یه جوانی را ببینید چه اندازه از سوره های قرآن حفظه، سال گذشته تا امسال چه اندازه پیشرفت کرده. هر یکی خودتون را فکر بکنید. آخه این کلام خداست. آخه ما میخواهیم که قلب ما هم روشن بشه، قبر ما هم روشن بشه. چه اندازه حفظ کردیم. من رفتم تهران چند سال پیش، بعضی از نمازخانه ها مردم واقعا، مردم وقتی که احساس طلب بکنن، احساس تشنگی بکنن و احساس نیاز بکنن، چه اندازه قدردانی میکنند. یک خانواده ای که اونجا ما را اکرام کرد و دعوت کرد، مقتدی یکی از نمازخانه ها بود، یک عزیز، یک برادری که تو داروخانه کار میکرد، کارگر یک داروخانه بود. شب وقت مغرب به خانه می آمد، می گفت من که مغرب میام دست زن و بچه هم را میگیرم، میرم نمازخانه، آقای مولوی من و پسرم را درس میده و خانم و دخترم از خانمش درس میگیرند. همه ما قرآن را داریم یاد میگیریم و میگفت که ما سوره یاسین را، سوره ملک را، سوره واقعه را، الان یادم نیست چه سوره ها، اینا را حفظ کردیم، فلان سوره را داریم حفظ میکنیم، با هم رقابت داریم. و میگفت که از روزی که این برنامه شروع شده تمام سریال های تلویزیون تعطیله، کسی روشن نمیکنه، ما داریم قرآن حفظ میکنیم. قرآن خوشا به حال کسانی که واقعا قرآن را فرا میگیرند. شما جوان هستی، شما کارگری، شما کارمندی، شما کاسبید، شما بازاری هستید، شما دارای هر مشغله هستید، شما بالاخره شغل دومتون یادگیری قرآن باشه. ولو اینکه سنتون به 70 سال و 80 سال برسه، شما حفظ کنید، سوره بقره را حفظ کنید،
سوره یاسین را حفظ کنید. وقتی تو سفری میری بیکار هستید کلام الله عزوجل را زمزمه بکنید. این مال طلبه ها فقط نیست. شما وقتی که با قرآن نسبت پیدا میکنید قلب شما روشن میشه. شما پیش ملا میرید، ملا رو میگه سرم درد میکنه، یک سوره فاتحه برای شما میخوانه، دیگه چی میخونه؟ یک سوره فاتحه چنان تأثیری داره که سورة الفاتحه شفاء لكل داء، هر مریضی را دفع میکنه، هر درد درمان میشه. لذا عزیزان شما وقتی که در قلبتون بخش عظیمی از قرآن باشه شما مریضی نخواهید داشت. وقتی که در قلبی قرآن باشه در اون قلب دیگه شقاق و نفاق نمیاد، در اون قلب شیطان نباید بیاد، در اون قلب تصور گناه و معصیت نباید بیاد. اگر میخوایم خودمون را واکسینه بکنیم، اگر میخوایم خودمون را بیمه بکنیم، حفاظت بکنیم، قرآن را بیاریم، بخشی از قرآن را حفظ کنیم. خیلی از جوانان هستند همت کردن در بلاد دیگه، شهرهای دیگه شروع شده، ولی در ظاهرا متاسفانه مردم احساس میکنه این همه حوزه ها هست و این همه مکاتب و مدارس هست، طلاب میخوانن، برای ما اون کافیه، در حالی که عزیزانی کافی نیست. مثل بلوچی هست میگه خانتما بدون شام میخوابه. کسی که دلجمه لذا او چیزی با خودش نمیبرد، او دست خالی میره. اما شما برید مناطق محروم، مردم احساس میکنند که ما عقب موندیم، فکر میکنم مردم زاهدان جلوتر افتادن، مردم شهرهای دیگه، شهرهای چابهار و خاش، اونا جلو هستن، ما عقب موندیم. مردم پیر، جوان، زن، مرد همه قرآن یاد میگیرن، همه به اندازه وسع خودشون یا حفظ میکنن. چرا ما از قرآن فاصله داریم؟ لذا عزیزان اگر با قرآن نسبت داشتیم، جوان اگر با قرآن رابطه‌ای پیدا کردی، تو این انسان معمولی نمیشه. بنده عرض کردم قرآن یک شب را شب قدر میگرداند، قرآن یک ماه را بهترین ماه میگرداند، قرآن یک انسان را به شرف میده. الله میفرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. به بندگان من بگو ای بندگان، ای مؤمنان، به این فضل الله و رحمت الله یعنی قرآن، به این خرسند باشید، به این ببالید، به این افتخار کنید. هو خیر مما یجمعون، این بهتر است از اون چیزی که جمع میکنن مردم. این به مراتب از مال و ثروتی که من و شما جمع میکنیم بهتر هست. لذا عزیزان شما سعی بکنید، تلاش بکنید و همت بکنید قرآن را یاد بگیرید. مردم ما متاسفانه با قرآن بیگانه هستند. گاهی به حرمین شریفین که تشریف میبرید، اونجا خداوند نصیب همه شما بگرداند، اونجا در مکه مکرمه الحمدلله اعمال هست، طواف هست و عمره هست و بقیه اعمال هستند. حاجی ها بیکار نیست، اما در مدینه فقط زیارت هست، در مسجد النبی نشستن هست و اونجا تلاوت هست. مردم بلاد دیگر را میبینیم، از پاکستان اومدند، از هندوستان، از بنگلادش، از مصر، تمامشون دستشون مصحف هست، قرآن است، دارن میخونند. اما مردم مناطق ما 5 نفر 6 نفر با هم نشستن گپ میزنند، بلد نیستن قرآن بخونند. اونجا انسان احساس میکنه واقعا مردم ما چقدر نسبت به مردم دنیا عقب هستند. لذا من خواهشم اینه امشب شما با خودتون اراده کنید، قرآن فقط برای فرزندان شما نیست. امشب شما نیت کنید، اراده بکنید که در همین ماه مبارک رمضان استارتش را در همین ماه بزنید که ماه قرآن است، ماه برکت است، و بعد از ماه مبارک رمضان ادامه بدید. روز 2 آیه یاد بگیرید، روز 3 آیه یاد بگیرید. اینجا بازار یه مسجدی هست، الله جزای خیر بده هم به امام مسجد و هم به مقتدیهایش، که در گذشته من میرفتم هر شب 2-3 آیه یاد میگرفتم، با هم تکرار میکردم. حتما الان هم هست، 2-3 بار دور کردم. لذا همه شما سعی بکنید روز 2 آیه 3 آیه روحانی تجوید یاد بگیرید یا حفظ بکنید. این نیت را دارید که قرآن یاد کنید انشاءالله. الله عزوجل به شما توفیق بده. اگر شما طالب قرآن بشید، اگر شما دنبال روی قرآن بشید، در همین وضعیت اگر موت بیاید انشاءالله، موت شهادت است، در راه یادگیری قرآن هست.
لذا نگذارید این علما را، این حفاظ را، این قاریان را بیکار نگذارید. شب و روز از اینها درس بگیرید، بعد از مغرب، بعد از عشاء، بعد از فجر. لذا عزیزان، این در رابطه با فضیلت قرآن بود و من میخواستم فقط یک آیه یا نیم آیه از قرآن مجید بخوانم. امشب عرض کردم که بسیار مختصر هست، انشاءالله همونطور که وعده کردیم، وعده ملایی نباشه، مختصر میکنم. من یک آیه را میخوانم، همین یک آیه را اگر من و شما عمل بکنیم بالخصوص در این شبها برای ما کافی هست. در سوره مبارکه انبیاء الله عزوجل سیرت انبیاء را ذکر می فرماید. انبیاء چقدر قربانی دادن برای دین، چقدر از خودگذشتگی نشان دادن، چقدر در راه الله عزوجل اونها رنج تحمل کردن، زحمت تحمل کردن، زحمت کشیدن. یکی از پیغمبران مثلا نوح است. نوح نبی، نوح پیامبر 950 سال. سبحان الله. همیشه با زبان میگوییم آسان است، اما بهش فکر بکنیم. 950 سال برای دین خدا تبلیغ کرد. 950 سال عزیزان عمر معمولی نیست. 10 قرن، 1000 سال. یک عالمی 30 سال 40 سال درس میده، زیر کولر و اسپیلت روی صندلی و مبل نشسته، اما بعدا افتخار میکنه میگه من 40 سال درس میدم. 40 سال با چه امکانات و چه رفاهی، خدا قبول کنه. اما انبیاء الهی سبحان الله 950 سال هر دری میره دست رد به سینه‌اش میزنه، میگه برو، مسخرهش میکنند. این انبیاء چقدر زحمت کشیده. ابراهیم علیه السلام تو همین سوره انبیاء داستان همین ها میاد. ابراهیم علیه السلام خودش را تو آتش میندازند، بعد از آتش وطنش را ترک میکنه. بعد از اون الله عزوجل در سن 86 سالگی اسماعیل را بهش میده. اسماعیل تا اینکه بزرگ میشه، فلما بلغ معه السعی، الله دستور میده این را قربانی بکن. سبحان الله. این انبیاء چه سختی کشیدن. ما فکر میکنیم ما زجر کشیدیم، ما رنج کشیدیم که نیم ساعت ایستادیم پشت سر حافظ. چه اندازه اینها رنج کشیدن برای دین خدا. جانش تو آتش جان را تقدیم میکنه و وطن را ترک میکنه به خاطر توحید و دین خدا، فرزند را تقدیم میکنه. اما با وجود اینها همه انبیاء، اگر من داستانهایشون را ذکر بکنم، اینها را اشاره کردم طولانی میشه. بعد از این داستانها الله عزوجل یک جمله نسبت به انبیاء میگه که اون جمله برای من و شما هم باید یک الگوی خوبی باشه و از اون تبعیت بکنیم. الله می فرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله تعالی اینجا 4 وصف بیان کرده. خلاصه سخنرانی امشب ما همین 4 وصفه. این 4 تا شما در وجود خودتون پیاده بکنید، ان شاء الله نجات میابید. 1. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. در کارهای خیر از همدیگه پیشی میگرفتند، از همدیگه سبقت میگرفتند. گویا مسابقه کار خیر بود، مسابقه در نماز خواندن، مسابقه در تهجد، مسابقه در دعوت و تبلیغ، مسابقه در ذکر و یاد الله، مسابقه در هر خیر و نیکی. این انبیاء با وجود اون مقامی که بنده عرض کردم، با وجود اون قربانی هایی که اینها برای دین تحمل کردند، اما کانوا یسارعون فی الخیرات. عزیزان مسابقه من شما تو چه چیزهایی هست؟ فکر بکنید. تو مسجد نمیخوام بگم ما تو چه مسائل مسابقه داریم، ما رقابتمون تو چه مسائلی هست، اما الله عزوجل دوست داره بندگانش در کار خیر از هم دیگه پیشی بگیرند. در نماز،
در صف اول، در تلاوت، در دعا و تضرع. این شبها بالخصوص که عرض کردم نور میبارد. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. همه ملائکه به پاسداشت این شبها و جبرائیل امین، که جبرائیل امین بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتن دیگه به زمین نیامده. علما نوشتن سال یک بار فقط شب قدر می آید. سبحان الله. جبرائیل دیگه زمین را چیکار بکند وقتی که رسول خدا سید اولاد آدم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست؟ دیگه جبرائیل ترددی ندارد. اما در شب قدر مؤمنین جبرائیل هم می آید. تنزل الملائکه و الروح، همه ملائکه فرود می آیند، روح امین هم فرود می آید در این شبها. لذا در این شبها که نور می بارد، شما از همدیگه پیشی بگیرید، سبقت بگیرید، بیشتر تلاوت، بیشتر ذکر، بیشتر یاد الله، بیشتر صدقه، بیشتر خوبی، بیشتر سجده. آیا کسی از شما شبی حداقل نیم ساعت، یک ساعت به دعا اختصاص داده؟ اگر داده خوشا به حالش، اگر نداده عزیزان در باقی مانده شبها غیر از این دعایی که ما اینجا میکنیم، یک لحظه برید تو اون خونه، اونجایی که کسی نیست، زن و بچه هم نباشه، نیم ساعت بعد از نمازی که میخوانید، نیم ساعت، یک ساعت در دربار الله عزوجل گریه کنید، تضرع کنید. ما به خدا قسم محتاجیم، ما پرونده من خوب نیست، ما وضعیتمون خوب نیست، ما نیاز به رحمت داریم، ما نیاز به فضل داریم. خدا نکنه که ما را خداوند بر ترازوی عدل قرار بده، اون وقت کم میاریم عزیزان، مشکل پیدا میکنیم. لذا همان گونه که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تا دل شب گریه بکنید و از الله عزوجل فضلش را بخواهید. بار الله تو بر من فضل کن، تو بر من لطف کن، تو مهربانی، تو نگاه نکن من کی بودم، چی بودم، چی کردم، تو بر من لطف و احسان بکن. لذا عزیزان در کار خیر مسارعت بکنید، از هم دیگه پیشی بگیرید. این اولین وصف هست، وصف انبیاء است، این کار انبیاء هست. صحابه رسول الله همینطور از هم دیگه پیشی میگرفتند یا نمیگرفتند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید، یک روزی پرسید، چندین عمل را پرسید کی امروز در جنازه شرکت کرده؟ ابوبکر صدیق گفت من. گفت کی امروز به عیادت مریض رفته؟ ابوبکر صدیق گفت من. گفت کی امروز صدقه در راه خدا داده؟ ابوبکر گفت من. چند چیز را آن حضرت صلی الله علیه وسلم پرسید. گفت که بالاخره امثال تو هستند که در هر کار خیر پیش دستند و پیش قدم هستند. لذا صحابه در هر کار سعی میکردن از همدیگه پیشی بگیرند. حضرت عمر فاروق همیشه هم مغمش اینه که من باید از ابوبکر جلو بزنم، هرچی من مال میارم این بیشتر میاره، تا اینکه میره نصف مالش را جمع میکنه، غافل از اینکه ابوبکر اونجا چوب کبریت هم نگذاشته. لذا تو این مسائل از هم دیگه پیشی بگیریم. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، آنان در کار خیر از هم دیگه پیشی میگرفتن، از هم دیگه جلو میزدن، سبقت میگرفتن، نه در ماشین سواری، نه در برج سازی، نه در مال جمع کردن، نه در چیزهای دیگه. دکوریمون را خوب کنیم و بیاییم بالاخره اتویمون را خوب درست بکنیم و مدل خوبی داشته باشیم. نه عزیزان، در این چیزها از هم دیگه پیشی بی، اینها به درد ما میخورند. دوم و یدعوننا رغبا و رهبا، اینجا دو چیز هستند. الله میفرماید ما را فریاد میزدن انبیا، هم رغبا و هم رهبا، هم امیدوار بودند و هم میترسیدند. سبحان الله. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین خوف و امید هست. هم از خدای عزوجل، دو وصف دیگه این هست، هم از خدا بترسید و هم امیدوار باشید. انسان وقتی که صفات جلال را میبیند لرزه براندام میشه.
ان ربک شدید العقاب. انسان بدنش میلرزه، اما وقتی که صفت جمال را میشنود، صفت بخشش و جود را میخواند، و ان ربک هو الغفور الرحیم، انسان امیدوار میشه. قرآن مجید روشش اینه، هر جا الله عزوجل ذکر جهنم فرموده ذکر بهشت میاره، ذکر بدان را میکنه، ذکر نیکان را میاره. لذا این برای این هست که این دو وصف در وجود ما پیدا بشه، هم امیدوار باشیم و هم بترسیم. انسان اگر این دوتا را داشته باشه این جای امید هست. معروف است مقوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که ایشون میفرمودند من اینقدر خوف در وجودم است و اینقدر میترسم که اگر روز قیامت اعلام بشه همه انسان ها برن به بهشت، فقط یک نفر باید بره به جهنم. عمر میترسه که اون یک نفر عمر نباشه. اینقدر خوف. و از طرف امید هم همین اندازه میفرمود که اگر برعکس اعلام بشه که همه میرن به جهنم فقط یک نفر به بهشت میره، عمر امیدوار است که اون نفر عمر باشه. لذا عزیزان خیلی باید امیدوار بود و خیلی هم باید ترسید. بعضی از ملاها هستن چنان بیان میکنن که انسان اصلا امیدش قطع میشه. به قول یکی میگه پل صراط را چنان تعریف کرد که یکی گفت آخر بگو اصلا راه بسته، راهی اصلا وجود نداره. و بعضی هم چنان انسان را امیدوار میکنن، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی لا اله الا الله گفت وارد بهشت میشه، هر کاری میکنه بکنه. نه این اندازه امید و نه اون اندازه خوف، نه این اندازه امیدوار کردن. باید ما بین امید و بین خوف باشیم. الله عزوجل می فرماید ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا. ای بندگان من، ای انسان ها، قبل از این می فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. آداب دعا را الله می فرماید که ربتون را فریاد بزنید، از رب بخواهید، هم تضرع داشته باشید، با تضرع، با عاجزی، با غرور و تکبر نه. دعا اصلا جای متکبرین نیست، دعا برای متواضعینه. دعا یعنی گرایی، دعا یعنی دست بلند کردن. لذا هم تضرع باشه، قلبتون غافل نباشه، و هم آهسته آهسته دعا کنید. و بعد الله بعد از این میفرماید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا. الله را فریاد بزنید خوفا و طمعا، هم از خدا بترسید و هم طمع داشته باشید، طمعگار باشید، امیدوار باشید. لذا این آیه هم همین میگه که انبیا این دو چیز را داشتند که هم رغب داشتند، هم رهب داشتند، هم امید داشتند، هم خوف داشتند. و چهارمین چیز و کانوا لنا خاشعین، اونها در مقابل ما متواضع بودند، فروتن بودند، اونها تکبر نداشتند، تعصب نداشتند، نخوت و غرور نداشتند. لذا عزیزان این اوصاف را اگر ما داشته باشیم برای ما کافی هست. اما نکته آخر، چه کسی میتونه این اوصاف را داشته باشه؟ چه کسی میتونه که واقعا از این برکات، از این رحمت، از این نور حد اکثر استفاده را ببرد؟ الله عزوجل بعد از همین آیه ودعوه خوفا و طمعا درباره باران صحبت می‌فرماید. به ظاهر ارتباطی نداره اما خیلی ارتباط داره. الله می‌فرماید من از آسمان باران نازل میکنم، باران میآید و زمین تمام تر میشه. اما بعد می‌فرماید زمین دو نوع هست، یکی زمین حاصل خیز، زمینی که استعداد داره، زمینی که آمادگی داره، زمینی که تا قطره توش میریزه اون زمین جواب میده. اما یک زمین دیگه زمین شورزار هست، زمین درد نخور است. هر چی که باران اونجا بیاد برای به درد اون زمین نمیخوره. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه.
اون زمین پاکیزه، سرزمین پاکیزه، زمین دارای استعداد، زمینی که در اون واقعا ارزش هست، ارزش رویدن هست، پذیرش هست. یخرج نباته به اذن ربه، به اذن پروردگار اون زمین چمنزار میشه، علفزار میشه، گلزار میشه، هر چی میروید تو اون زمین. لذا قلب من شما همین عزیزان همین طوره. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اون زمینی که خبیث باشد، خبیث یعنی درد نخور، خبیث یعنی بیفایده، خبیث یعنی شورزار، لا یخرج الا نکدا، چیزی از اون زمین حاصل نمیشه مگر یه چیز ناقص، یه گوشه اگر ببینی یه بوته‌ای در آمده اونم ناقص. لذا عزیزان معنی اینه که این شبها که رحمت میبارد، این شبها که باران رحمت هست، قلبهای من شما هکذا همین طوره. بعضی از قلبها هستند که استعداد دارند، بعضی از قلبها هستند که آمادگی دارند، آمادگی و پذیرش این نور را دارند، پذیرش این رحمت ها را دارند. در این شبها اون قلبها تأثیر پذیرند، اون قلبها رقت بارند، اون قلبها رجوع میکنند الی الله، اون قلبها به سوی الله بر میگردند. و بعضی قلبها هستند که مثل همون زمین شورزار و زمین درد نخور، هر چی که رحمت ببارد او هیچ فایده برایش نداره. اون قلب مثل قلب ابو جهل و ابو لهب که در سرزمین مکه، در سرزمین امن الهی، در حرم امن الهی، مبلغ اونها کیه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، سید اولین و آخرین، برای اونها تبلیغ میکنه، قلبش متاثر نمیشه. لذا عزیزان سعی کنیم ما اینطور قلبی داشته نباشیم که این شبها که رحمت میبارد، برکات الهی و انوارات الهی میبارد، ما محروم بمانیم، ما متأثر نشیم، هیچ قلب ما تکان نخورد، هیچ قلب اگر تکان بخورد علامتش اینه عمل ما هم تغییر میکند. قلب اگر تکان بخورد چشم گریان میشه، قلب اگر تکان بخورد همت برای نماز بیشتر میشه، قلب اگر تکان بخورد خواب کمتر میشه، خوراک کمتر میشه، قلب اگر تکان بخورد تحول میاد. علاماتی داره قلب در واقع رئیس هست، فرمانده هست، گرداننده تمام بدن هست. قلب وقتی که واقعا در اون روحیه باشد دست و پا خوب کار میکند. لذا عزیزان سعی کنیم که قلب خودمون را آبیاری کنیم توی شبها. قلب با تلاوت قرآن مجید، با گوش دادن به قرآن، با ذکر، با دعا، با استغفار، با نیایش، با معذرت خواهی در دربار الله عزوجل قلب ما متأثر میشه، تکان میخوره. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. الله تعالی چنان قلبی نصیب بفرماید که ما واقعا پیام پروردگارمون را و کلام پروردگارمون را با قلب احساس بکنیم و با قلب ما بالاخره پذیرش داشته باشیم. و ما یتذکر الا من ینیب، کسی تذکر حاصل میکنه که در قلبش رجوع و انابت باشه، طلب باشه. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، به وسیله قرآن بترسان اون انسانی را که در قلبش خوف باشد، خوف از آخرت. لذا عزیزان ماه رمضان ماه اصلاح قلب هم هست، ماه تغییر در قلبم هست. ماه داره میره مثل ابر بهاری از سر ما رد میشه، ولی سعی بکنید در این ساعات باقی مانده، در این لحظات باقی مانده، در این آخرین ساعت که معلوم نیست 72 ساعت مانده، کمتر مونده، در این آخرین ساعت سعی بکنیم اگر تا به حال غفلت کردیم، تا به حال کوتاهی کردیم،
تا به حال قدردان نبودیم، تا به حال از خود ضعف نشان دادیم. از این به بعد همین یکی دو روز دیگه حد اکثر استفاده، حد اکثر جبران را بکنیم. الله عزوجل همه من و شما را توفیق عمل نصیب بفرماید و الله عزوجل این ماه را ماه خیر، ماه برکت، ماه بخشش، ماه تغییر و تزکیه در وجود ما و الله عزوجل این ختم را، این کلام الله مجید را، این قیام شما را و صیام شما را، روزهای شما را همه را به بارگاه خودش قبول بفرماید. دیگه برنامه است، دعا شما کنید. لذا دعا شد، دعای زیبا همون دعای بود که حضرت حافظ صاحب فرمودند و دعای با اخلاص از ته قلب الله عزوجل اون دعاها را در حق ما قبول بفرماید. بنده مختصر چون دستور فرمودن مختصر چند کلمه ای، چون که پایان جلسه هست و هرچی دعا بکنیم کم هست. ادعو ربکم تضرعا و خفیا، با تضرع، با بالاخره آهستگی و خوف در درونتون باشه، خشوع باشه، فروتنی باشه. اگر قلب ما متاسفانه چنان زنگار گرفته که نرم نمیشه، رسول الله فرمود که ادای گریه کنندگان را در بیارید، شما ظاهرتون را مثل گریه کنندگان در بیارید. لذا دعا میکنیم به امید این که الله عزوجل قبول بفرماید. الله تعالی کریم هست عزیزان، همونطور که عرض کردم هم خوف باید داشت هم رحمت. امیدوار باشیم به رحمت الله. این شبها شبهای رحمت هست، این شبها دیگه شبهای عذاب نیست. تو حدیث میاد جهنم درهاش بسته هست، فقط رحمت است. این شبها امیدوار باشید و به دعای این شبها امیدوار باشید. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. إله العالمين بر این نعمتهایی که دادی، بر این عطاهایی که به ما بخشیدی، بر این فضل و جودی که به ما عطا فرمودی، ماه مبارک رمضان را، ماه قرآن را، ماه صیام و قیام را، ماه شبهای قدر را دوباره برای ما آوردی. پروردگارا شکر گزاریم. اما ربا ما بندگان خوبی نبودیم، ما بندگان مطیعی نبودیم، ما بندگان قدردانی نبودیم، ما بندگان شاکری نبودیم. چیزی دیگه نداریم که در این ساعات پایانی در محضر تو تقدیم کنیم به غیر از معذرت خواهی. و تو چنان ذات کریمی هستی، تو چنان ذات مهربانی هستی که معذرت خواهی را هم میپذیری. معذرت خواهی که از صدق دل باشد، از درون قلب باشد، ولو اینکه عملی همراه داشته نباشد، تو معذرت خواهی را میپذیری. پروردگار معذرت میخواهیم، پروردگار اشتباه کردیم، بد کردیم، بد رفتیم، بد عمل کردیم، تو را رنجاندیم، تو را ناراض کردیم، از این مهمان بسیار زیبا استقبال نکردیم. اله العالمین در تلاوت کوتاهی، در عبادت کوتاهی، اله العالمین در ذکر و یاد تو کوتاهی. از تو فضل بود، از تو جود بود، از تو کرم بود، اما از طرف ما کوتاهی. پروردگارا ربا در این شب قدر، در این مسجد تاریخی، در این مسجدی که بندگان مخلص تو، بندگانی که یاد شدند اینجا تو را با اخلاص سجده کردند، پروردگارا در اینجا ما از تو معذرت خواهی می‌کنیم. اله العالمین پروردگارا بر ما خورده نگیر، بر ما سخت نگیر، پروردگارا ما را ببخش. ای مولای کریم ما را ببخش، یا رب ما را ببخش. یا الله اگر ارزش بخشیدن نداری هم تو فضل بفرما.
پروردگار تو لطف بفرما، تو کرم بفرما مولا. پروردگار به اعمال سیاه ما نگاه نکن، به قلب سیاه ما ننگر. پروردگارا به قلب غافل ما نگاه نکن. یا رب به فضلت، به جودت، تو کریمی، تو ارحم الراحمینی، تو رب مهربانی، تو ربی هستی که به اندک می بخشی، تو ربی هستی که رحمتهای تو دنبال بهانه هستند. اله العالمین، رب از سر تقصیر ما در گذر باش. یا رب اگر در این شبها بخششی نباشد پس کی هست؟ پروردگار ما را از درت ناامید نگرد. پروردگار بدون بخشش نگذار. پروردگار در این جمع هیچ کسی را محروم نکن، هیچ کسی را بدون بخشش نگذار. هر کسی به هر نیتی آمده، مولا تو نیتها را نگاه نکن. پروردگارا یا رب ما یقین داریم، باور داریم در این جمع بندگان صالح تو هستند، بندگانی که تو به طفیل اونها لطف میکنی، ولی مولا ما میدانیم که رحمت تو خصوصی نیست، مخصوص اونها باشه. تو که اونها را ببخشی ما را نادیده نمیگیری. پروردگار همه ما را ببخش، همه ما را مورد عفو قرار بده. قلم عفو را بر جرائم و گناهان ما بکش و ما اگر از این تا حالا کوتاهی کردیم از این به بعد توفیق بده. ما را از بندگان اهل توفیق قرار بده، از بندگان موفق، از بندگان بی توفیق قرار نده. بی توفیقی عذابی هست مولا، ما را در این عذاب گرفتار نکن. وقتی که رحمتی میاری ما را توفیق بده ازش استفاده کنی. اله العالمین، پروردگارا در بقیه ساعات رمضان ما را توفیق جبران بده، ما را توفیق طاعت و بندگی بده، توفیق دعا و نیایش بده، توفیق زاری و تضرع بده، توفیق تلاوت و ذکر و یاد حق بده. اله العالمین از ما قبول بفرما، یا الله قبول بفرما. یا الله ما ادا کردیم، عبادت نبود ادا بود، ما ادا در آوردیم. پروردگار تو قادری اداهای ما را به عبادت تبدیل کنی، به جای عبادت قبول کنی. اله العالمین یا رب، پروردگار ما را از بندگان مؤمن خودت قرار بده، مخلص خودت قرار بده، با تقوی و خدا ترس قرار بده. اله العالمین ماه رمضان را سبب تزکیه و اصلاح ما بگردان، سبب ترک گناه برای همیشه بگردان. بعد از رمضان ما را استقامت بر ترک گناه نصیب، ما را استقامت بر طاعت و بندگی عنایت بفرما. پروردگارا رب ما را محروم نکن، ما را از خانه‌ات محروم نگردان، ما را از سجده‌ات محروم نگردان، که دنیایی که در سجده تو هست در هیچی نیست، لطف و حلاوتی که در سجده تو هست ای رب محبوب در هیچی نیست. ما را اله العالمین جوانان ما را از مسجد دور نگردان، جوانان ما را از ایمان و قرآن فاصله نده. پروردگار نفس شیطان را توفیق نده که راهزنی میکنن. اله العالمین ما را همه را بندگان صالح و مصلحی بگردان، بندگان پاک و مومنی بگردان، حیا و عفت را حاکم بگردان. پروردگار دینداری را حاکم بگردان، یادگیری قرآن و فرهنگ یادگیری قرآن را رواج بده. همه ما را توفیق بده تا روزی که زنده هستیم با قرآن باشیم، در کنار قرآن باشیم، طالب قرآن باشیم، پیرو قرآن باشیم، راهرو راه قرآن باشیم. اله العالمین پروردگارا ربا مشکلات ما را و مشکلات همه عزیزان ما را حل بفرما. اله العالمین مشکلات زیاد شده، هیچ خانواده ای نیست مشکل داشته نباشه، هیچ عزیز و بنده ای نیست که مشکل داشته نباشه. ای مشکل کشا، ای حاجت روا، ای ذاتی که تو نافع و ضار هستی، ای ذاتی که ما فقط در تو را دستک میزنیم، دری دیگر را قبول نداریم که مشکل ما را حل کند.
ما فقط به تو ایمان داریم، ما فقط به تو اعتقاد داریم، توی دستگیری ما، توی فریاد رس ما، توی حاجت روای ما. اله العالمین حاجات همه این بندگانت را برا، همه کسانی که تقاضای دعا کردن برای هر مشکلی، برای هر دردی، ای ذات یگانه تو دربان بفرما. اله العالمین اموات و گذشتگان ما را مغفرت بفرما، علماء و مشایخ ما را، پدران و مادران ما را، مربیان ما را، بالخصوص حضرت مولانا عبدالعزیز، این معلم و مربی بزرگ این ملت، حضرت مولانا غلام محمد، که اینها با چه اخلاصی و با چه سوز دلی در این مسجد خدمت کردن برای دین و برای مردم. مقتدی های مسجد را، تمام عزیزانی که در ذهن هستند یا نیستند، همه را مغفرت بفرما. تمام بندگانی که اینجا تو را سجده کردند و امروز نیستند، همه را ببخش، همه را معاف بفرما، روح همه را شاد بگردان و از این ختم ما به همه خیر و ثواب برسان. پروردگارا ربا، عزیزانی که با کرونا رفتن، دیر یا زود رفتن، رمضان های گذشته با ما بودن، الان نیستن، مولا همه را مغفرت بفرما، همه را ببخش و اونایی که مریض هستن عافیت عنایت بفرما. پروردگار اونایی که تو بیمارستان ها هستن، خانه ها هستن، همه را شفا بده. اله العالمین تمام مریضان را، مریضان صعب العلاج و لا علاج، همه مریضان را عافیت بده. وسیله آزادی زندانیان فراهم فرما. خانواده های منتظر برای زندانیان دلشون را شاد بگردان، خوشحال بگردان. بی اولادان را مولا اولاد بده. ای کریمی که در خزانه تو کمبود نیست، هر بنده هر چی میخواد بهش بده. تو جوادی، تو سخی هستی. این شبها هم شبهای جود و سخاست، به همه بده مولا. دعای همه را اجابت بفرما، دعای همه را قبول بفرما. پروردگارا ربا از ما راضی و خوشنود باش و توفیق بده زندگی را با رضای تو سپری بکنیم، طوری در دنیا باشیم که تو راضی باشی مولا، و اله العالمین با رضای تو از این دنیا بریم. پروردگار تمام مشکلات دینی و دنیوی ما را حل بفرما، مدارس ما را حفظ بفرما، علماء ما را، بالخصوص سرتاج ما، پیشوای ما حضرت شیخ الاسلام را سلامتی و تندرستی کامل عنایت بفرما، طول عمر با عزت عنایت بفرما. مولا این بنده مخلص را برای سالهای دور سایش را بر ما مستدام بگردان. پروردگارا ربا تو قدم به قدم راهنمایی بفرما و حفاظت بفرما. پروردگارا از مکر ماکرین، از کید کایدین، از توطئه توطئه‌گران ایشان را، همه علما را، مدارس را، مساجد را، مراکز تبلیغ را، مردم ما را، جوانان ما را، بازاریان و تحصیل کردگان ما را، همه را حفاظت بفرما. پروردگار خیر دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان. اله العالمین ربها این ختم را قبول بفرما. اله العالمین به بارگاه خودت قبول بفرما، برای همه ما، برای مرده ها و زنده ها قبول بفرما. در حسنات ما و این عزیزان ثبت بفرما. این حفاظ کلام الله مجید را توفیق بیشتر، اخلاص بیشتر، همت بیشتر اله العالمین عنایت بفرما. اله العالمین پروردگارا ما را استقامت بر دین، استقامت بر طاعت و بندگی، استقامت بر ترک گناه نصیب بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان مولا. هر روزی که از این دنیا بناس بریم با ایمان و با حیا بریم و آخرت ما را آباد بگردان. فردای محشر در محضر رسول الله و در محضر اسلاف همه ما را سربلند و عزتمند بگردان. همه ما را در بهشتت، در جنات فردوس جمع بفرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اصل قبولیت است، اگر قبولیتی نباشد هیچی به درد نمیخورد. مولا قبول بفرما.
یا رب قبول بفرما، همه چیز را قبول بفرما، قیام را قبول بفرما، صیام را، این کلماتی که گفته شد قبول بفرما. ای الله به بی اخلاصی ما نگاه نکن. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.